أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الاجرومیه 14 درس گرفتیم و حالا درس 15 را برای شما برادران و دوستان پیشکش خواهم گردانید. پیش از اونه که درس 15 را شروع بکنم، اولا میخواهم درسای گذشته را به یادتون بیارم که ما و شما گرفتیم فعل مضارع در 10 جا منصوب میشد و در 18 جا مجزوم میشد. در غیر این 28 جا فعل مضارع مرفوع میشد. اینها را ما و شما درسای گذشته گرفتگی هستیم و نواصب و جوازم بود که اونها باید شما در ذهنتون داشته باشید. و بعد از این ما و شما گرفتیم که اسم در 7 جا مرفوع خوانده می شود. اسم در 7 جا مرفوع خوانده می شود و از این 7 جا ما و شما گرفتیم اولش را که این فاعل بود، فاعل مرفوع است. دویمش را همچنین گرفتیم که نایب فاعل بود، نایب فاعل هم مرفوع می شود. و سومش را همچنین گرفتیم با چهارمش یک جا که مبتدا و خبر می باشد. پس ما و شما از 7 جایی که اسم مرفوع می شود 4 جاش را گرفتیم و امروز دوام همون را می گیریم، می بینیم که چند تاش را گرفته می توانیم. میگه باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر، یعنی بابی که عوامل تغییر دهنده های داخل می شود در مبتدا و خبر. مبتدا و خبر که درس گذشته گرفتیم هر دوش مرفوع می باشد. اکنون میگه در اینجا در این باب بعضی چیزهایی هست، بعضی فعل‌ها یا حرف‌هایی هست که در اولی اسم، در اولی مبتدا و خبر بدراید، اون مبتدا و خبر حالت اعرابیش تغییر میدهد. مثلا ما میگفتیم که زیدون قائمون، این مبتدا و خبر است که هر دوش مرفوع می باشد. اکنون بعضی چیزهایی است که همین را اعرابش تغییر میدهد، به مثلا کان زیدون قائما، این زیدن قائمون، ببینید تغییر یافته سای. یا رأیت زیدن قائما، همه اینها تغییر یافته سای. انا همین طور چیزها را در بارش میخونیم که این چیزها چی چیزهایی هست که در اول مبتدا و خبر می در آمده است و حالت اعرابیش را و همچنین معناش را تغییر می داده است. صاحب کتاب میگه و هی 3 اشیاء، و چیزهایی که در اول مبتدا و خبر میگه میدروید 3 چیز است. یکم کانه و اخواتها، کانه با خواهرهایش هست. کانه را خواهرهایش قطعی همگی 13 دانه فعل است. این 13 دانه فعل را میگیرید و از یاد میکنید. و این و اخواتها، و دویم چیزی که در اولی مبتدا و خبر میدراید این با خواهرهایش است. این با خواهرهایش همگی 6 دانه هستند. این را همچنین میگیرید، حفظ میکنید که در همین کتاب می آید. و سوم چیزی که در اول مبتدا و خبر میدراید، مبتدا و خبر تغییر میدهد حالت اعرابیش را، ظننتو و اخواتها هست. یعنی که ظننتو با خواهرهایش، ظننتو با خواهرهایش همگی 10 دانه هستند. ببینید 13 دانه با 6 دانه می شود 19 دانه، با این 10 دانه می شود 29 دانه. 29 چیزی هست که در اول مبتدا و خبر می در آمده است. اینها را اکنون یک تا به یک تا با تفصیل ما و شما می گیریم. میگه فاما کان و اخواتها، اما میگه کانه با خواهرهایش، فانها، پس میگه همین کانه با خواهرهایش ترفع الاسم، اسم مرفوع میکند. یعنی همون مبتدا رو مرفوع میکند. مبتدا خودش مرفوع بود، باز مرفوعش میکند. و تنصب الخبر، اما خبر که مرفوع بود خبر منصوب میکند.
مانند مثال چی؟ کان زیدون قائما. اصل چی بود؟ زیدون قائمون بود، مبتدا و خبر بود. کانه که در آمد، کان زیدون مبتدا بود، این را میگیم اسمی کانه. قائمون خبر بود، قائما میگیم خبری کانه. این را دقت دید، این را اهمیت دید. و همون خواهرهای کانه کدام ها هستند؟ اکنون تفصیل ده می درآید، این را از یاد میکنید یک تا به یک تا. اینها میگه اخواتش میگه کانه و امسا و اصبح و اضحى و ظل و بات و صار و لیس و ما زال و من فک و ما فتئ و ما برح و ما دام. انا همین قدر می باشد. ببینید حساب کنید 13 دانه است. 13 دانه ای که در اول مبتدا و خبر می درآید. اینها را میگن فعل ها. این 13 تا همش فعل هست. اکنون اینها اول معناهایشان رو میگیریم. معناهایشان رو. کانه این برای دلالت برای گذشته میکند. به مثل مانند میگوی که کان محمدون مجتهدن، یعنی که محمد کوشش کننده بود، به زمان گذشته میکند. کانه دلالت به زمان گذشته میکند، یعنی که محمد کوشش کننده بود، این به زمان گذشته. اما دویمش این چی است؟ امسا است. امسا این دلالت به بیگاهی میکند، به بیگاه. به مثل میگوی که امسا الجو باردن، یعنی که در بیگاه هوا خنک می شود. ببین امسا الجو باردن، بیگاه ده هوا خنک می شود. امسا فعل ماضی میگیم، من افعال ناقصه میگیمش. الجو اسم امساش میگیم، باردن خبر امسا. در بالا مثال اول گفتگیمون که کان محمد مجتهدن، کانه میگیم فعل ماضی ناقص، محمدون اسم کانه، مجتهدن خبری کانه. ببینید این اسم خبر میگیرد. مبتدا را اسم کانه میگیم، خبری کانه میگیمش. خب سیومش اصبح. اصبح دلالت میکند برای کاری که در صبح انجام مییابد. در صبح مانندی اصبح الجو مثلا باردن، یعنی که در وقت صبح هوا خنک میشود. اصبح یعنی در وقت صبح، یعنی دلالت به صبح میکند. در صبح هوا خنک میشود. مثلا اصبح میگیم فعل ماضی ناقص من اخوات کانه، الجو اسم اصبح، باردن خبر اصبح. اسم اصبح مرفوع می شود، خبر اصبح منصوب می شود. و چهارمش این اضحا می باشد. اضحا میگه دلالت میکند برای همون کار که در وقت ضحا، در وقت چاشت، در وقت بعد از آفتاب برآمدن واقع شدگی باشد، او را میگن اضحا. مثالش اضحا الطالب نشیطا، یعنی که استودنت در وقتی بعد آفتاب برآمدن نشیط شد، چالاک شد، زیرک شد. ببینید اضحا یعنی بعد آفتاب برآمدن، در وقتی ضحا، در وقتی نماز چاشت. طالب چی شد؟ نشیط شد. پس میگه اضحا من افعال ناقصه، فعل ماضی من افعال ناقصه من اخوات کانه. الطالب اسم اضحا مرفوع، نشیطا خبری اضحا منصوب. برای این را اسمش مرفوع می شود، خبرش منصوب می شود. اسمش مرفوع می شود، خبرش منصوب می شود. و پنجم چی است؟ پنجم ظله هست. ظله از صبح تا بیگه را میگن. مثلا که ظله زید قائما، یعنی که زید از صبح تا بیگه را چخ بود. فهمو؟ ظله یعنی از صبح تا بیگه، از سحر تا بیگه را ظله میگن. پس ظله از زیدو، ظل زیدون قائما. ظله این چی است؟ من افعال ناقصه، افعال ناقصه من اخوات کانش میگوید.
زیدون را اسمی ظل میگوید، قائما را خبری ظل میگوید. ببینید اینها اسمش مرفوع شده است، خبرشون منصوب شده است. و ششمش باته هست. معناش چی است؟ باته معناش این خبر دادن در وقت خواب کردن یا در شب. مانند میگوی که مثلا بات محمدون مسرورن، یعنی شبانگاه در وقت خواب محمد بسیار خرسند بود، یا شب محمد بسیار خرسند بود. پس این را نمیگوی که فی اللیل محمدون مسرورون، چی میگوی؟ بات محمدون مسرورن، یعنی محمد در شب بسیار خرسند بود. پس باته دلالت به شب میکرده است. پس باته را میگوی فعل ماضی ناقص من اخوات کانه، و محمدون را میگوی اسم کانه، مسرورن را میگوی خبری کانه، خبری باته، معذرت میخوام، کانه باته. و هفتمش ساره هست. ساره به معنای از یه حالت به حالت دیگر گذشتن رو میگویند، از یه حالت به یه حالت دیگر گذشتن. مثلا میگوی که سارتینو آجورن، یعنی که خاک غیشت گشت، کرپیچ گشت. خاک کرپیچ گشت. خاک یا تین، یعنی که خاک یا مثلا لای کرپیچ گشت. تین گفته چرا میگن؟ لای را میگن. سارتینو آجورن، یعنی که تین کرپیچ گشتک. پس ساره میگه من افعال ناقصه، افعال ناقصه من اخوات کانه. تینو اسمی ساره، مثلا آجورن خبری کانه منصوب. و هشتمش لیسه می باشد. لیسه این نفی، دلالت به نفی میکند، یعنی که انکار. مانند چی؟ لیسه محمدون فاهمن، یا میگیم لیسه زیدون فاهمن، یعنی که زید فهمنده نیست، نمیفهمد. لیسه زیدون فاهمن، یعنی زید نمیفهمد. پس لیسه را میگیم من اخوات کانه، من افعال ناقصه. و محمدون رو میگیم اسمی لیسه، فاهمن منصوب است، میگیم خبری لیسه. و نهم، دهم، یازدهمش و دوازدهمش، یعنی 4 تای دیگرش، مازاله، منفکه، مافتیعه، مابریحه، اینها دلالت بر چی میکنند؟ دلالت بر لازم گرفتن همون یک کار میکند. مثلا میگیم که مازال محمدون قائما، یعنی همیشه، ببین دائمی محمد چخت است. یا منفک محمدون قائما. خلاصه مازاله، منفکه، مافتیعه، مابریحه یک ترجمه دارد که میگیم که همیشه. این 4 فعل ترجمهش همیشه. مثلا که مازال محمدون قائما، یعنی همیشه محمد راستاست. یا منفک محمدون قائما، همیشه. مافتیعه محمدون قائما، مابریحه محمدون قائما. ببین همیشه ترجمهش همیشه میشود. و آخرینش که 13همش مادامه میباشد، این همچنین دلالت به لازم گرفتنی خبر میکند، لازم گرفتنی خبر برای اسم میکند. مثلا که یک انسان میگه که لا اعذل خالدا، یعنی که خالد را از وظیفه خالی نمیکنم ما دمت حیا، تا زمانی که زنده هستم. ببین دربر میگیرد، یعنی تا زمانی که ما دمت، یعنی تا زمانی که زنده هستم. یا که مادام محمدون حیا، مثلا فعل ماضی قطعی بگیریمش، مادام زیدون حیا، یعنی که مثلا میگه همون کارا میکنم تا زمانی که زید چی است؟ زنده است. تا زمانی که زنده است من همون کار رو انجام میدیم. پس این بود معناهای این فعل ها. این معناهاشون رو در یادتون بگیرید یا در دفتر نوشته کنید. اکنون میگذاریم به تقسیمات این فعل ها. با این فعل ها اولا معناش بود، معناش گرفتیم. دویم درباره این فعل ها از جهت عمل کردن و ناکردن باز تقسیم می شود. اولا از این فعل ها به 3 قسم تقسیم می شود، از جهت عمل بکند یا نه. میگه که قسم اولش یک فعل که اون فقط مادامه هست. مادامه، این مادامه این لازم است که پیش خودش
مای مصدریه بیاید. مای مصدریه ظرفیش میگن. یعنی مایی که ما دامه هست، یعنی ما مای ظرفیه مصدریه نام دارد. دامه بعد فعل ماضی از اخواتی کانه هسته. پس دامه به شرط عمل میکند که پیش خودش مای مصدریه ظرفیه بیاید یا مای ظرفیه مصدریه بیاید، بعد عمل میکند. پس برای خاطر این ما رو میگه مدت ما دمت حیا، مثلا تا زمانی که، ببین زمان ترجمه میکنیم. برای چی؟ برای این ما مای ظرفیه است و مصدریه است که با مصدر تعبیر میکنه که ان شاء الله بعدا میخونیمش. پس یک فعل دامه به شرط عمل میکرده است که پیش خودش چی بیاید؟ ما بیاید، مای ظرفیه مصدریه. قسم دومش 4 تا فعل هست که به شرط عمل میکند که پیش خودشان چی بگذارد؟ نهی یا استفهام بگذارد یا نفی بگذارد. اون 4 تا فعل کدام ها است؟ 4 تا فعل مثلا زاله، فکه، فتیه، بریحه است. اینها به شرط عمل میکنن. شرط چون همین است که پیش خودشان نفی بیاید. مثلا ما زاله، من فکه، ما فتیه، ما بریحه، اینها را نفی میگن. یا استفهام بیاید. استفهام مثلا حرفای استفهامیه بیاید، هل یا مثلا ازاله، هل زاله، هل فکه، هل فتیه، هل بریحه. یا که مثلا نهی بیاید، لا، مثلا لا قطعی بیاید، لا یزالو در فعل مضارع میدارد، لا یزالو، لا ینفکو، لا یفتو، لا یبرحو. به همین معناها که اگر که همین لا بیاید در اولشون پس عمل میکنه. این 4 تاش. اکنون 5 تا شد. 4 تا 5 تا قطعی از 13 5 تا را بگیریم چند تا باقی میموند؟ 8 تا دیگر. انا 8 تا دیگر باقی ماندهش اونها عمل میکند بدون شرط. یگو شرط ندارد. بدون شرط عمل میکنن. باقی مانده 8 تایی باقی مانده، یعنی کانه و امسا و اصبح و اضحى و ظل و باتا و صار و لیس. انا 8 تا دیگرش بدون قید و بدون شرط عمل میکرده است. این حساب عملش بود. اکنون میگذاریم با از حساب تصرفش که از چند تا اینو فعل ماضی و مضارع و امر میآید، از چند تاش نمیآید. میگوید که اینها باز به 3 قسم تقسیم میشود. قسم یکمش که تصرف کامل میشود، یعنی فعل ماضی مضارع امر میآید، اونها 7 می باشد. 7 تصرف کامل فعل ماضی و مضارع امر میآید. یکمش کانه، امسا، اصبح، اضحى، ظل، باتا، صار است. این 7 فعل کامل تصرف میشه. اینها را در دفتر نوشته کنید. کانه، امسا، اصبح، اضحى، ظل، باتا، صار. این 7 فعل کاملا تصرف میشه، یعنی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر می آید. این قسم یکمش بود. قسم دومش که از اون فقط فعل ماضی و فعل مضارع می آید، فعل امر نمی آید. اون 4 تا فعل هست. اون همون 4 فعلی که حاضر گرفتیم که فتیه، انفکه، بریحه، زاله. همین 4 تا فعل از اینها فعل ماضی دارد. خودش از گفتگیمون ماضی بود. با فعل مضارع می شود. فتیه مثلا یفتح فعل مضارعش، انفکه ینفکو فعل مضارعش، بریحه یبرحو فعل مضارعش، زال یزال فعل مضارعش. اما از اینها میگه فعل امر نمی آید. اینها را میگن فقط فعل ماضی و فعل مضارعش میاد. از این 4 تاش انا اکنون از 2 تا یا از یتش مسئله اختلافی است که یتش اتفاقی است. مثلا از لیسا میگوین چی نمی آید؟ از لیسا فقط فعل ماضی میاد بس، فعل مضارع ندارد، فعل امر ندارد. لیسا فقط فعل ماضی است و بس، فعل مضارع و فعل امر ندارد. اما دامه در قول صحیح همین است که فقط فعل ماضی میاد بس. دامه فقط فعل ماضی میآید. بعضی گفتگی هستن که فعل مضارع میاد. دامه یا دومو، دامه یا دومو. از این میگه فعل مضارع میآید. مسئله دامه مسئله اختلافی است. خلاصه اینها را در دفتر نوشته میکنید. به همین طریق این کانه را با اخواتش 3 معلومات رو از خود میکنید. یکم معناهاش، دوم از جهت عملش با کدام شرط عمل میکنن، سوم از جهت تصرفش که از کدامش فعل ماضی و مضارع و امر میاد و نمیاد. اینها رو در دفتر نوشته میکنید.
اکنون میخونیم دوامی عباره الاجرومیه رو. میگه و ما تصرف منها، و هر آن چیزی که تصرف منها یعنی صرف می شود از اینها. و در بالا ما گفتیم که از کدامش فعل ماضی میاد، مضارع میاد، امر میآید، از کدامش فقط فعل ماضی و مضارع میآید، از کدامش فقط فعل ماضی میاد، یعنی ان همین همش عمل میکند. فعل ماضی از کدامش که سه وجه بیاد، ماضی و مضارع و امر، عمل میکنند، اسم و خبر میگیرد. و از کدامش که فعل ماضی و مضارع بیاد عمل میکند، از کدامش که فقط فعل ماضی میاد همچنین عمل میکند. مانند کان و یکون و کن. ببین این اگه تصرف شد گفته است که کان فعل ماضی، یکون فعل مضارع، کن فعل امر. کان یعنی بود، یکون می باشد، کن پیدا شد یا باش. اصبح یصبح و اصبح. اصبح فعل ماضی یعنی صبحگاه باش، صبحگاه بود فعل ماضی. یصبح صبحگاه می باشد، اصبح صبحگاه باش. ببینید یعنی فعل ماضی و مضارع امر. انا همین طور میگه ای کدامش که میاد با ای کدامش که نمیاد. مثلا ما فکه، فتیعه، بریحه، زاله از اینا گفتیم فعل ماضی و مضارع میاد، فعل امر نمیاد. پس دو تاش رو میگیم. مثلا ای لیسه فقط فعل ماضی است، پس لیسه دیگه فعل مضارع ندارد، فعل امر ندارد. یا دامه فقط فعل ماضی است، بعضی میگن فعل مضارع ندارد، لیکن در بعضی علما باز میگن که فعل مضارع هم دارد. خلاصه مسئله دامه مسئله اختلافی است که فعل مضارع دارد یا ندارد. انا که چی میگم مثالاش هم میارن. ببینید چی میگن. تقول کان زید قائما وليس عمرو شاخصا. ببینید میگن کان زید قائما، زید راستا بود، چخت بود. وليس عمرو شاخصا، و عمرو میگه رونده نیست. شاخص به معنای ذاهب یعنی رونده، ودای میرفتگی. امر میگه رونده نیست. و ما اشبه ذالک، و آن چیزی که مانندی همین هست. و ما اشبه ذالک اینه که دیگر فعل ها را مثلا میتونیم بیاریم مونیم. مثلا امسا زید قائما یعنی در بیگاهی زید چخ بود. یا میگیم اصبح زید قائما یعنی در صبح زید چخ بود. یا میگیم اضحى زید قائما یعنی وقتی چاشت، نماز چاشت زید چخ بود. و ظل زید قائما یعنی از ساعت تا بگر زید چخ بود. بات زید قائما یعنی در وقتی خواب کردن یا شب زید چخ بود. ساره زید قائما یعنی شیشتگی بود، از جاش خیست، گشت زید خیزنده. لیس زید قائما یعنی که زید خیزنده نیست. مازال زید قائما همیشه زید قائم است. من فک ما فتح ما بریح، همه اینها رو گفتیم همیشه. مادام زید قائما زمانی که زید قائم است، تا زمانی که زید قائم است. مادام زید قائما یعنی که تا زمانی که زید قائم است. انا همین طور فعل ها رو میداره. ببینید معنیاشون رو تغییر داده سنی، وقتاش رو معین کرده سنی. کان زیدون، ببین اصل چی بود؟ زیدون قائمون بود. زیدون مبتدا، قائمون خبر. زیدون مبتدا مرفوع، قائمون خبر مرفوع بود. لیکن وقتی کانه در آمد، کانه زیدون دیگه مبتداش نمیگیم، زیدون میگیم اسم کانه یا اسم هر فعلی که از پیش خودش بیاید از اخوات کانه میگیم اسم همون. قائما رو چی میگیم؟ میگیم خبری کانه یا خبری همون اخوات کانه. نمیتونیم بگیم که زیدون مبتدا قائما خبر منصوب شده است. نه، خبری کانه می شود. خبری کانه چی می شود؟ منصوب می شود. ولیس عمرو شاخصا به مثل همین. لیس فعل ماضی ناقص من اخوات کانه، عمرون اسم لیس، شاخصا خبری لیس. و ما اشبه ذالک، و آن فعل هایی که مانند همین هست. یعنی که دیگران را میدونید فعل ماضی شه، فعل مضارع شه، فعل امر شه. مثلا حاضر من کان زیدون قائما رو فعل ها را تصرف شه بدرو. مثلا کان زیدون قائما یعنی زید چخت بود. یکون زیدون قائما زید چخت می شود، می باشد در آینده. کن قائما، کن یعنی انت زیدون میگوی، کن قائما یعنی باش تو ای زید راستا چخت. ببینید هر سه فعل را میدونیم معنا چطور میشود. انا میتونم شما خودتون در دفتراتون نوشته کنید و اینها را حفظ کنید. با همین این درس 15 رو به پایان میرسونیم و درس 16 ان شاء الله این نره با اخواتش یا که دوامش اگر تونستیم ظننتو را با اخواتش همچنین درس آینده
با یاردم الله تبارک و تعالی خواهیم گرفت. و با همین این درس امروزه ما و شما با پایان رسید و تا درس آینده یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. و همچنین فراموش نشود که پنجم جایی که اسم مرفوع می شده است این اسم کانه بوده است. اسم کانه پنجم جایی که اسم مرفوع می شود. یکم فاعل، دوم نایب فاعل، سوم مبتدا، چهارم خبر، پنجم اسم کانه مرفوع می باشد و مرفوع می شود. با همین انشاءالله 5 تا مرفوعات اسم رو خواندیم و انشاءالله درس آینده ششمش رو خواهیم گرفت. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.